محمد بچه خوب است، اما بودن تو همیشه همراهش خوب نیست. فقط میخواد به من کمک کنه. میفهمم، اما بازم نمیخوایم زیاد در اطرافت باشه. بریم دخترم. یوسف از طفل خبر داشت. هوا چی وقت خبر شد؟ خاله، هوا وقت میخواست انتقام بگیره میفهمید؟ تو چی میگی بچیم ها؟ اگه هوا میفهمید این کارا میکرد. وقتی در قصر بیهوش شده بود همون وقت فهمیده. او وقتی رست کمان خطا خورده بود. تو هم به هیچ کسی گپ نگو. ببین اینا چه قسم مردم هستن، هنوز ردی دختر اعلان نکردن. بس است دیگه. به خدا کاسه صبرم لبریز شده. درست است که هوا در وقتش کار خوب نکرد، اما کاری که اینا میکنن خارج از انسانیت است. یعنی که هوا با طفل خود یک جای زندانی میشه. در اونجا چی خود کرد؟ ای وکیلم کاملا بیکار است خاله. به نظر ما یک دوست بسیار خوب موکیل است، اما در خارج است. تا 15 روز می آید. یعنی که قسمتی دختر در دست همیناست ها؟ نه خیر، این قسم نمیشه. همراه وکیل خو هرگز. باید یک وکیل بسیار لایق پیدا کنیم که با او بسیار پول ضرورت است. یک راه پیدا میکنیم خاله. هواره قسم تنها مانده نمیریم. خواهر رمزی، چه گپ از کمانده که مرا از دست بکشی؟ تو از حمیده پول گرفته بودی نه؟ حال همراهی همو پول با دخترم بهترین وکیل میگیری. در وقتش زندگی او را فروخته بودی، حال همراهی همو پول نجاتش میدی. هیچ ضرور نیست. بیاز او ماهواره روشن است که کار دختر ما نیست. به خاطر قضیه که فردا حل میشه چرا پول خود ناق بتیم؟ بیبی رمزی، با ما دلیل نگو. با ما دلیل نگو گفتم. یا باده دخترم، زود برو آب بیار. دخترم تو خوب هستی ها؟ بله. میبینیم که از پیش پدرت هیچ دور نمیری، اما چاره نداری. شام هر قسمه که میشه پیش من خدا برسون. در مورد قضیه باید گپ بزنیم. باده پدر من خوب نیستم. من هیچ خوب نیستم دیگه. نمیتونم پدر. چی رو نمیتونی؟ نمیتونم. دخترم مرا بیشتر از این نترسون. بنوش بی. زندگی کردن نمیتونم. زندگی بس. کردن نمیتونم. بیا دیگه. تمام نام و نشانشان از اینجا زودتر گم کن مراد. نی از هوا و نی از یولموس چیز اینجا بانه. چی شده دخترم؟ ها؟ چی شده باده؟ کجا میری؟ میتونه دعوای خدا بخوانه.
در مورد قضیه قبلا هم به شما یادآور شده بودیم جناب قاضی صاحب. به سبب یک آتش سوزی قصدی که توسط متهم هوا به خاطر خصومت‌های شخصی صورت گرفته بود، یوسف خان جیغلو را که قرار بود قبلا با این عرضی کنه کشته شد. نظر به گفته شواهدی که اظهارات خود ارائه کردن، هوا کلیج با تمام هوش و حواسی عمل مرتکب شده و خواهش میکنم متهم قرار داده شود. بفرمایید. صورت دعوا را خو شنیدین. شما چیزی برای گفتن دارین؟ برعکس ادعایی که شده، موکل من با این حادثه هیچ ربطی نداره قاضی صاحب. به خاطری که در وقت وقوع حادثه موکل من در همونجا قرار داشت. با دیدن تمام شواهد گفتن نمیتونم که موکل من 100% جرم مرتکب شده. نظر به اینکه موکل من حامل است و شواهدان به صورت کافی موجود نیست، تقاضا میکنم که موکل من را آزاد کنه. خوب است. شما چیزی برای گفتن دارین؟ ما هیچ کاری نکردیم قاضی صاحب. ما نکردیم. ما قسم میخورم که این کار نکردیم. اونجا را آتش نزدیم. یوسف خان جیغلو را من نکشتیم. این کار من نیست. قسم میخورم. درست است دخترم، فهمیدم. نوش شک و دخترم. با تمام سوانح متهم دیده شده. نظر به ای که شواهد کافی وجود نداره و شخص مظنون حامل است. فیصله صورت میگیره که این قضیه به 1 ماه بعد با تعویق انداخته شوه و برای فعلا مظنونه براحت میده. خدایا هزار بار شکرت شد. دیوانه خود شدم خاله. به خدا دیوانه میشم. یک احمق بی‌وجدان ما را در اونجا برد و بعد بالای ما آتش انداخت و 4 طرف ما را آتش گرفت. او احمق کی است خاله؟ چرا این کار در حق ما کرد؟ من چی میفهمم دختر؟ من خودم فکر میکنم که کار کی است. اگه همیده بگویم بازو بچه خدا داتش انداخته نمیتونه، اوی کار کرده نمیتونه. هیچ کس فکر نمیکرد که یوسف بیایه. تا که حادثه رخ نداد او را کسی ندیده بود. شاید در دقایق آخر آمده باشه. داخل آمد. کاش که نمی آمد. دختر کار یوسف نباشه ها؟ شاید گفته باشه که وقتی از من نشد از هیچ کسی نشواهی کار کرده باشه. بانین دیگه از برای خدا این قسم گپا را نزنین. و قدر انسان ده اونجا بود. یوسف قاتل بود که کار کنه. چرا این قسم میگین؟ به هر صورت هر کسی که باشه یک بار دلایل واضح شوه. باز خواهد دیدیم که کی میخواه ما را دچار بلا کنه. با نگه یولماز اینه بگو که چی خواهد کردیم. در این وضعیت خود چی کردم میتونیم؟ فردا از قیصری وکیلم میآید. او بسیار یک وکیل خوب است. بسیار کسا را نجات داده. به ما حتما فایدش میرسه. تشویش نکه با دخترم. چطور پیدا کردین؟ چی قصه؟ پولش از کجا پیدا کردین؟ پدرت بالاخره یک کار خیر انجام داد. پدرت داد. من از یاد منتظر ماندی. چی میکردم؟ همیال پدرم خوابید. اگه نه وقت میامدم. بریم. کجا بریم؟ تو خود گفتی گپ میزنیم. بله گپ میزنیم، اما در اینجا نه. بریم.
دیگه چی روزهای بدی را خواهد دیدیم خاله. هر کاری شبه به خواست خدا میشه، اما تو نیست. هر بار میگیم هستی که در روز بدتر نیایه، اما بازم روز بدتر نصیب ما میشه. خاله گناه ما چی هست؟ این چی قسم یک امتحان است؟ چی قسم؟ میفهمین حال دل من میسوزه و درد میکنه، ولی هیچ دردی را حس نمیکنم خاله. من نتونستم یوسف خودم از مرگ نجات بدم. من هنوز درد او را فراموش نکرده بودم که قاتل او شدم. چرا؟ در مورد این قسم گپ های بد فکر نکن، درست است دخترم؟ در مورد هیچ فکر نکن، درست است؟ هیچ فکر بد نکن یک دانه. پس چطور کنم خاله؟ اگر این روز بیایه با بچه بگوین که قاتل پدر تو مادرت است، باز اون روز با چی قسم با پا استاد خواهد شدم؟ با چی قسم زنده بانم؟ چی قسم نفس بکشم خاله؟ تو هیچ ده مورد فکر نکن دختر قندم. هر کسی که کار ده حقیقت کرده باشه خودش دهاتش میفته، درست است دخترم؟ برای استراحتگاه آرام باش دختر قندم. چی گفته در ایران رفتی ها؟ فکر کرده بودم که حسرت دیگه خلاص میشه، اما پیش از تولد طفل پدرش از دنیا رفت. نمیخواستم قسم شو، اما نتونستم کاری کنم. بزرگترین عذاب وجدان همین است. ما میفهم که کلان شدن بدون پدر چقدر مشکل است. ما برات قسم میخورم یوسف، تا آخرین نفس خود متوجه هوا و بچه‌ت میباشم. یک ماه بعد. هوا خانم، چشم خود از چشم قاضی دور نکنین. اگه کدام گپ دگام شد شما آرام باشین. تو شیطان هستی، شیطان. چطور خونی یوسف خانه از دستت پاک میکنی ها؟ چوب باش دخترم. چوب نمیباشم. به خاطر همین شیطان خانم حمیده در شفاخانه بستر است. پنار خانم آرام باشین. یولم آسمان شما او طرف برین. بیا دخترم، بیا.
با موکلم یک اتاق میخوایم. دیدین همگی اینا را مورد اتهام قرار میتن. البته بفرمایید، اتاق خالی داریم. بیاین ده یک جای آرامتر بره. خدایا توبه. ما همراه اینا چی خواهد کردیم؟ شما هیچ تشویش نکنین. کارای اونا به نفع ماست. این قسم رفتارشان به نفع خود ما استفاده میکنیم. انشالله. بخیر خلاص شوه که از جنجال خلاص شویم. چطور سیباده؟ میخوایم زودتر یک طرفه شوه. دیگه تحمل کردن نمیتونم. کل ما این وضعیت داریم، اما تو تشویش نکن. گناهکار حتما جزای خود میبینه. از دیروز به این طرف همه قسم است. گویا از کدام چیز نامعلوم میترسه. نه خواب میکنه و نه نان میخوره. این وضعیت دخترم برای بسیار تشویش میسازه. مادر جان، امروز روز دادگاه است. پدرم و کاکایمشان به دادگاه رفتن. امروز هوا را محکوم میکنن. انشالله که هر چیز زودتر جزایش هم میبینه. انشالله. آی مادر، کاش که محمد بیادر میدیدین. بسیار خوب متوجه همه چیز است. با پدرم در کارا کمک میکنه، متوجه شرکت است. در این قضیه تو مصروف است، مثلی که او محمد قبلی نیست. کدام کس دیگه به جایش آمده باشه مادر؟ چی شده مادر جان؟ ها؟ تشنه شدین؟ شاید تشنه شده باشن. نخیر به نظرم نمی نوشن. چی شده مادر جان؟ ها؟ چی شده؟ چی شده جانم؟ کدام چیزی میخواین؟ وقتی که شما آماده هستین نوبت میتین به مدعی. جناب قاضی صاحب، میخوایم گپای خود از کارهای هوا کلیچ که قبل از حادثه انجام داده بود شروع کنم. هوا کلیچ قبل از اینکه عروسی کنن نامش هوا کاراگل بود و همچنان نامزد سابق یوسف خان جیغلو. اصلا تمامی دشمنی ها از همون زمان سرچشمه میگیره قاضی صاحب. در قدم نخست هوا خانم توسط خاله خود به قصر اونا را پیدا میکنه و بعد یوسف خان جیغلو را به عروسی همراه خود کاملا قانع میسازه. مادر یوسف خان جیغلو حمیده خان جیغلو میفهمید که تهدابی ازدواج درست نیست، به این خاطر خواست که مانع ازدواج شود. یوسف خانم به گپ مادر خود گوش کرده از هوا خانم جدا شد و همراه خانم فعلی خود باده عروسی کرد. دروغ است. اصلا حمیده خانم با ما بازی کرد. دروغ است. لجایت بیشی دختر، تا که برات وقت داده نشده گپ نزن. آقا کریم لطفاً سر اصل موضوع بیاین. بشی قاضی صاحب، هوا خانم با همین قسم حرکاتی که خودتان دیدین با همگی پیش آمد میکنه. همیشه با بازی فریبکارانه خود یوسف و خانواده‌اش بازی داده و یلماز کلیچ که یک راننده خانواده بود او را به بازی خود شامل ساخت. باید بگویم که تمام حادثه در روز عروسی دو نفر صورت گرفت. هوا خانم به بهانه عروسی همگی را در یک جای جمع کرد تا بتانه از همه اینا انتقام بگیره و بالاخره در نتیجه او آتش سوزی آقا یوسف خان جیغلو کشته شد. دروغ است. دروغ است.
تو دنجی چی میکنی؟ فکر میکنم فراموش کردین نام زدیم در داخل اظهارات خودمیته. اعصاب ما خراب نکن، بگو چرا اینجا آمدی؟ من خب براتان اطمینان دادم اما به نظرم الیاس این کارا نمیکنه. یک بار گفتم که کار تمام شد پولا را براتان میتم. بله درست است که گفتی، اما الیاس میگه که چطور بفهمم که میتن؟ بیازو یک دختر بیگانه را مقصر گفتیم. از کجا بفهمیم که پول ما را میتین یا نه؟ اینا را اون نامزده به عقلت برات گفت؟ بله، از اون روزی گپا گفتم میره. ناقی گناهکار شدیم، ناقی و دختر بیچاره را بدبخت ساختیم. اما بیبی من برش گفتم که آقا محمد حتما یک چیز میفهمه. اگه او دختر کدام کار بد نکرده باشه اینام نمیکنه، اما ای که میشنوه یعنی نمیفهمم. اگه گپ مرا نکردین پیش از اینکه من از بین برم شما را دفن میکنم. حالا که اینجا آمدی برو با نامزدت بگو که عقلش را سرش بگیره. حالا با زخمی ساختن توسط اسلحه قصد جان خانم هوا را داشتن. اعتراض دارم عالی جناب، این موضوع شامل جلسه ما نبوده و علیه خانم بادام کدام شکایتی درج نشده. تو بگو دخترم حقیقت چی است؟ جناب قاضی حقیقت داره قاضی صاحب. باده خواست که مرا از بین ببره او هم در خانه خودم. تا هنوز از شکایت نکردی؟ نه خیر نکردیم. چرا؟ او وقت موقع نیافتم که کار کنم، به خاطری که یوسف این ازم خواست. مام نخواستم او را ناراحت کنم. جناب قاضی، قسمی که شما شاهد هستین اینا با قضاهای بدون ثبوت میخواین قضیه فعلی را به نفع خود تمام کنن. این خو حق تلفی میشه عالی جناب. اعتراضتان بجاست. آقا جمال از این موضوع گذشته به گپای خود ادامه بتین. طبق گفته آقا کریم مخالفت ای دو شخص ریشه در گذشته داره، به خاطر که حمیده خانم با 100 قسم چال و فریب موکل مرا مرده ثابت ساختن. موکلم از تهدیدهای اونا خسته شده رفتن و به ضد حمیده خانجی اغلو شکایت درج کردن. اعتراض دارم عالی جناب. کسی را که اینا درباره‌اش گپ میزنن به خاطر همین آتش سوزی بچه خود از دست داده و خودشان هم در خانه فلج هستند، یک وضعیت بدی قرار دارند و فعلا هم در خانه تحت تداوی هستند جناب. این کار جناب وکیل که میخواین از اصل موضوع جلسه ما به دور رفته و گناه را بالای شخص سوم که در جلسه نیست و مربوط ایشان هم نمیشه انداخته قابل قبول قوانین نیست جناب قاضی. امکان داره یا یکی از دروغای زنجیره‌ای خانم هوا مثل عروسی دروغین به خاطر داخل شدن به قصر خانجیغلوها باشه، یا که میخواین در این قضیه نام خانم حمیده را بد بسازن به خاطر که اینا با خانم حمیده خصومت شخصی دارن. دیگه دروغ نگوین خواهش میکنم. بس هست دیگه. حقیقت داره یلماز خان؟ بگو اینی جواب بتین. حمیده خانم من در پیش تمام مردم مرده ثابت نساخته بود؟ رجایت بیشی دخترم، اگر نه از اینجا بیرونت میکنم. آقا جمال ازتان خواهش میکنم موکلتان اداره کنین. اعتراض شما بجاست. لطفاً آرام باشین. داخل چه گپ است؟ خبر دارین؟ فقط شاهدار اجازه میدن. شاهد یلماز کلیج. خدای خودتی قضیه را سر ما به خیر سپاری کو. تشویش نکنین شریف خانم، حق به حق دار میرسه. خداوند همیشه همراه صادقین است. عدالت خود نمیفهمم. اگه وکیل ما کار خود به خوبی انجام نده او قدر پولی که برای شدیم حیف میشه بعدر میره. چی؟ روز عروسی ما بود. هوا بر یک لحظه از ما دور نبود.
هم در قصر و هم در سالون. امکان نداره که آتش سوزی کار هوا باشه. وقتی آتش سوزی رخ داد ای هم در داخل بود. به خاطر دود بیهوش شد. وقتی دروازه باز شد میره بیرون کشیدم. جناب قاضی، اگه همدست بودن شاهده با خانم هوا در نظر گرفته باشین، پس مطمئن هستم که بالا شاهدشان باور نخواد که چرا اینا با هم یک دست هستند. به خاطر که نظر به اظهارات خود اعتراض کردند که پسر یلماز خان جیغلو هستند و با این دروغ خود بارها خانواده را تهدید کرده و بالاخره همراه هوا خانم یک دست شده. به خاطر به دست آوردن یک مقدار پول بازی متفاوتی را انجام دادن و این خانواده بزرگ بسیار اذیت کردند. اینا یک دیگه خود از زیاد دوست داشتن. اگه کس در بینش مداخله نمیکرد این حادثه رخ نمیداد. اما اینا را آرام نماندن، به خصوص خانم حمیده خواهرزاده من مورد ثابت کرد، یعنی قبل از مرگش دفنش کرد. عروس شما هم دستش بود. شما به خاطر گرفتن انتقام خواهرزاده تان یک نقشه دیگر را ترک کردین، اما تو نیست خانم سلطانه؟ سلطانه خانم با ایمار یک جا شده 100 رقم بازی را انجام دادن. هدفش عروسی کردن با یوسف خان بود، اما وقتی حمیده خانم چهره اصلیش شناختی اجازه را برش نداد. اینا یک بار تصمیم خود گرفته بودن اما کسی با نشان شده نتونست. حتی ما بیچاره‌ام آرام نماندن قاضی صاحب. باز به قسم دیگه داخل قصر شدن. با اون قناعت نکرده بالاخره قصد جان یوسف خان کردن. ما ای کار نکردیم جناب قاضی. یوسف هم از بین نبردیم، قسم میخورم. خانم هوا لطفاً بشینن، لطفاً. شاهد باده خانجی اغلو. باده دختره، هر کاری که شوه همیشه در کنارت خود بودم. ایره فراموش نکنی. هر چیزی که میفهمی به قاضی بگو تا عدالت برپا شوه. فهمیدی؟ اگه به خاطر آرامش راه یوسفم این کارا میکنی باید حقیقت بگویی دختره. راست میگن پدر. بیوزو دیگه در دنیا بجز شما کسی دیگر ندارم. برو دختره. هر چیزی که میفهمی بگو دخترم. تو اگه مرا از بینام ببری، یوسف همیشه مرا دوست خواهد داشت. تو هر کاری که میخوایی انجام بدی. اگه میخوایی مرا از بین ببر، یا کمیال از خانم گم شو، برو بیرون. از همون روز اولی که با یوسف عروسی کردیم این دختر خوشیای ما را از بین برد. همیشه در زندگی ما یک مشکل ایجاد میکرد. ادعا میکرد که یوسف دوست داره و به خاطرش هر کار میکنه. عروسی ما را
طفل ما را قبول کردن نتونست. خدا با دروغای خود تسلی میداد، در ضمن کوشش کرد که از ما انتقام بگیره. فقط به خاطر انتقام شوهر ما از بین برد. شاهد سلیمان سوسکن. شاهد الیاس چاکر. تو از من چی میخوای بیادر؟ چرا اظهاراتی دروغین میتی؟ تو غرض بشی. بریم بیادر، تو هم آرام باش. بالاخره از هوا شما چی میخواین؟ باز گناه کی را سرش مندازین ها؟ آرام باش بچه، اینجا دادگاست. هر قسمی که میخواین دروغ بگوین. نه که فراموش کردن که عدالت خداوند بزرگ است. یگانه شاهد ای حادثه خودت هستی بچیم. بگو که گپ از چی قرار است؟ ما گرسون و محفل بودم جناب قاضی صاحب. وقت موتر عملی ما خراب شد، دیرتر رسیدم. به خاطر که سرم دیر نشه باز بسیار به عجله سالن رفتم. وقتی میخواستم داخل سالن شوم، یک خانم دیدم که از دهن کلکین با مشعله بازی میکنه. به خاطر فهمیدن این موضوع وقتی به طرفش رفتم، تصمیم گرفته شد. قبول کردن هوا کلیج که یوسف خان و خانوادهش با هر قسم دروغ و نیرنگ فریب داده و تهدید کرده و به جرم خود اعتراف کرده و واضح ساختن نفرت خود نسبت به حمیده خانجی غلو و عمل کردهاش نسبت به او و خانوادهش و به دلیل ای که اظهارات شاهدین عینی و شاهدین خانواده ای که کاملا با هم مطابقت دارن و با تکیه کردن به اظهارات شاهد عینی و دلیل ناوقت آمدن به وظیفه که بالاخره سبب آتش سوزی بزرگ و جبران ناپذیر در سالن عروسی گردیده و باعث زخمی شدن حمیده خانجی اغلو و مرگ یوسف خانجی اغلو شده. در ضمن با در نظر گرفتنی که دیگه شاهد علیه هوا کلیج درج نشده و قبلا شخص خودش علیه حمیده خانجی اغلو شکایت درج کرده، امر میشه که ثبوت‌ها یک بار دیگه بررسی شده به دادگاه راه شوند. بسیار جگرخون است. البته آسان هم نیست. در یک وضعیت خانم حامله باید خوش باشه. اما با این مشکلات مبارزه خود کرد. مطمئن باشین. حق به جانب هستی. این حادثات بسیار تأثیر منفی را بالای دخترم گذاشت.
روز اول که آمدم برش گفتم همین که از مشکلات خلاص شدیم او را با خود به فرانسه میبرم. فرانسه میبرین؟ بله، فکر میکنم که تو خبر داری. بالاخره این قضیه هم خلاص خواهد شد. بعد از او دختر من گرفته به فرانسه میرم. او را دیگه هیچ جگر خون دیده نمیتونم. محمد، وقتی پدر شدی میفهمی که تشویش اولاد چقدر بر یک پدر سخت است. میخوایم که دخترم در کنارم باشه. یک قسم هر دوی ما راحت خود بودیم. یلماز خان دروازه باز شد. هوا دخترم من شوهرش هستم. فرق نمیکنه. دور باش بیادر. سرم باور نکردن. دختر من نبرین. تماس اجازه نیست. چی میشه ما را اینا گفتم نبرین. تماس اجازه نیست. مامور صاحب میشه دو دقیقه برش وقت بتین تا امرای دخترش گپ بزنن. قضیه کاملا به نفع ما پیش رفت یلماز خان. تحت نظارت بودن هوا بسیار به فایده ما خواهد بود. فکر میکنم تا آخر قضیه شاید کاملا به نفع ما تمام شود. کاش که هیچ کدام این گپا نمیشد. یوسفم زنده می بود. حق به جانب است یلماز خان. در این حادثه فقط یک کار از دست ما ساخته است. او هم به سزا رساندن اشخاصی که کار انجام دادند. هر کاری که از دستم ساخته باشه دریغ نخواد کردم. بانید که دختر خدا ببینید. خودت آنایس نکو هوا. من امرایت هستم. چرا چیزی را که میفهمیدین نگفتن یلماز خان؟ چرا نمیفهمین؟ من قاتل یوسف نیستم. اگر میخواین که بچه‌تان در قبر راحت باشه قاتل اصلیش پیدا کنین. بریم. بریم پدر. قدر پولی که براتون دادم بیفایده شد. ببینین دختر من نجات دادن نتونه. آقا رمزی کاری که از دستم می آمده انجام دادم. تا هنوز قضیه خلاص نشده. تصمیم نهایی اعلان نشده. ببینین دخترم به زندان میبرن چی میشه بانین تا دختر خودت آغوش بگیرم. دخترم تو از اونجا نجات خود یافتی. حق جای خدا پیدا میکنه دخترم. یک دانه مادر تو پس میایین عزیزم. دخترم وای اگه به خود فکر نمیکنی حداقل به طفلت فکر کن. بیبی تو هنوز هیچ چیزی خلاص نشده. صبر داشته باش هوای. خدایا پدر مادر من تنها نمانی. دختر من نبرین. چی میشه برای تو ناظر میکنم. دختر من نبرین. چی میشه خدایا. آرام باش دختر ما بردن. پدر متوجه مادرم باشی. هوا اگه لازم باشه یک وکیلی دیگه برات میگیرم. خواهر جان مرا اینا کنین. دختر من نبرین. خواهر جان چو باشه. امید خود از دست نته. من امرایت هستم. دختر ما بردن. دخترم بیگناست. دخترم الهیم کنین. مادر آرام باشین. دختر ما بردن. الهیم کنین. دخترم جان مادر. هوا محمد خانم ایریانه باشیم. دختر بیچاریم. شما برین من کار دارم. آرام باش خواهر. دخترم باده تو را باید خانه ببرم تا لباسات جمع کنی. بعد از او به شرکت میریم. بعضی کاراست که باید انجام بدم دخترم.
جانم، مادرک نازمه، مادرک مقبولمه. آه مادر جان، مادر جان، شما خوب هستین مادر؟ ما با زیاد پشت بیادرم دق شده. مادر جان اگه میخواین آلبوم عکس‌ها رو بیارم ببینیم. میخواین مادر جان؟ عکس‌ها رو بیارم که با هم یک جو ببینیم؟ راستش دیر وقت میشه که ندیدیم. حالا بیارمش. کجاستن؟ کجاست؟ اینجاست؟ کجاست؟ اینجاست؟ ها؟ بله. نه پیداش کردم. آل یک جکس ها رو میبینیم. آی مادر جان، آی تا هنوز می لباس عروسیت پیشتان است اما تو نیست؟ آی ده یک چقدر مقبول آمدین مادر. اما هنوز مقبول هستین. مادرم، ما این شب با یاد دارم. شب سال نبود، همه تو نیست مادر؟ ببینین اینجا بسیار مقبول آمدین. آی ماره ببینین چقدر خورد بوده. مادر زیبای ما. ببینین پدر ما، ببینین پدر ما، ببینین. ببینین مادر کوکم چه قسم استاد شده. ایام عمر بیادر است. ببین کل ما چقدر خورد بودیم، شما چقدر جوان بودین، اما تو نیست مادر. بعد از یک نوشیدنی خدا سراسف مامایم چپا کرده بودم، لباسش کاملا ترک کرده بودم. بسیار ترسیده بودم مادر. بعد از او علی عمر بیادرم از دستم گرفته، از سالن برده و اتاق دیگه پنهانم کرد تا ماما آصفه مرا چیزی نگویه. فقط که واقعا آصف مامای مرا لطو کوب میکرد. طفل بودیم دیگه. باش ببینیم که دیگه کدام عکس هاست. مادر برم زنگ است، ما زود پس میگم. چی میشه مام از پشتشان بریم؟ نمیشه شریف خانم، اگه برین و ملاقات کردن نمیتونیم. چی میشه؟ مرام پیشش ببرین. تو هنوز پروندهش به زندان روان نکردن. بعد از روان کردن اون باید بررسی شوه. یعنی امروز اجازه ملاقات به هیچ کس نمیتن، حتی به من هیچ امکان نداره. فردا چطور؟ من کوشش میکنم تا اجازه ملاقات بگیرم. به نظر من تو همون انجام دادن نمیتونه. بی یک گوجی پیسه را گرفتی چیز نکردی. یاز نه دیوانه قبل از رمزی دیوانه. دختر ما به زندان بردن، این هنوزم تشویش پول خدا میکنه، فقط به فکر خودش است. خدایا تو برم صبر بده.
مادرت وقتی خبر آمدن تو رو شنید حالتش بسیار تغییر کرد. بسیار خوش است. همراه دکترش گپ زدم. گفت تداویش به بسیار خوبی پیش میره دختره. پدر مرا پیش یوسف ببر. دختره حال خود نزدیک خانه رسیدیم. پدر لطفاً. آرهان طرف قبرستانی دارو بخواه. ما میریم با فرانسه. بابا گفته فکر میکنم تو هم از این گپ خبر داری. درست است. درست است پدر جان. با امید دیدار. دادگاه ختم شد مادر جان. هوا را به زندان بردن. بالاخره جزای کارهای خودم میبینه. مادر جان چی میشه؟ گریه نکنین. میفهمم این کار درد ما را کم نمیسازه، اما شاید تسلی بهتر. مادر هر دوی شمانت ما بود، اما نتانستم ازشان محافظت کنم. امروز هوا را زندانی ساختند. بالاخره او را اما تشویش نکن. اگر نام میول ماز است پس پشتی کار اعلان نمیکنم. یا تشسوزی را کی برپا کرده، کی قصد جان تا داشته، تمامشان افشا ساخته به جزایشان میرسانم. اگر نیده زندگی راحت نمیباشم. دست کثیفت از سنگ قبر شواره پاسکو. تو چرا اینجا آمدی؟ به خاطر راحت ساختن وجدان خود آمدی؟ به خاطر بخشش خواستن آمدی؟ بیفایده است. یوسف هرگز شما را نمیبخشد. تا آخر عمرتان با این عذاب وجدان زندگی خواد کردن. او را از ما گرفتن. شوار ما از ما گرفتن. تمامش به خاطر شماست. ازتان نفرت دارم، از کلتان نفرت دارم. شما اشتباه میکنین خانم بادا. درباره ما شما اشتباه فکر میکنین، اما تشویش نکنین. ما قاتلش پیدا میکنم. حمیده چطور هستی جانم؟ خوش آمدین یلماز خان. من همیال خون خانم حمیده را معاینه کردم. خوش باشی. دکتر صاحب معاینه میکنن که دوا برشان تاثیر کرده یا نی. باز برتون خبر میدم. فهمیدم. دخترم
اگه کارت خلاص شده باشه ما رو کم تنابون. البته آقا. هوا زندانی شد. وقتی تصمیم مشونید سر و صدا برپا کرد که من گناهکار نیستم. میفهمی او تمام عروسی دوست داشتن، تمامش دروغی بوده حمیده. تمامش حتی محفل دعوتم دروغ بوده و یوسف دام مانده بودن. بازی طور خود معصوم میگیره. هنوزم منتظر است که سرش باور داشته باشیم. چرا مرا اعلام کرده رفتی؟ چرا؟ من بدون تو چطور زندگی کنم یوسف؟ چه قسم زندگی کنم؟ زندگی من به تو وابسته بود، حالا تنها چی خود کردم؟ محمد حال من چی کنم؟ یلماز سر خاک یوسف آمده بود میگفت پشت این کار اعلان نمیکنم. یلماز فراموش کن. اگه میاله به خانه تا بساینه این مراز افشا میسازم. محمد همراه کی گپ میزنی؟ بله بچه من هستم خالد. ها شناختم، بفرمایین خاله. امر خواهرم گپ زدم امشب به غذا خورده خانه ما بیا تا تنها نمانی. زنده باشی خاله جان. راستش من هیچ حوصله ندارم. فقط که ما داریم بیا که درباره هوا گپ بزنیم، فکر کنیم که چه قسم میتونیم او رو نجات بدیم. درست است خاله جان، میایم. داخل شو. هلا آیستا برون نکو، زود باش. لباسای تا بکش. نفهمیدم. بررسی میکنم. بررسی چی؟ طرف مسائل کو. فکر میکنم گپ من نفهمیدی. گوش کو دختر جان. گپ اول کسی که اینجا میای سوال نمیکنه. دوم هر گپ که برش گفته شوه امور قبول میکنه. این قسم هیچ کدام ما به عذاب نخواد شدیم. فهمیدم، اما چی قسم بررسی؟ من او را نفهمیدم. میپالم.
ما چی بفهمم که وقت داخل شدن همراهت کدام چیز ناورده باشی؟ ها؟ امکان داره که در جانت کدام چیز را پنهان کرده باشی، از کجا بفهمم؟ من یه چیزی آوردیم و یه چیزی را پنهان میکنم. من هیچ گناهی نکردم. بس تکو دانتا بر کده اعصاب ما خراب نکو. هر چیزی که میگم انجام بده. لباسایت بکش. زود شو دختر. خانما ببینین یک دوست جدید براتون آوردیم. طرف ما ببینین. دیگه پس بدون سر و صدا با هم معرفی شوین. درست است؟ تشویش نکن. آیسان دختر، چشمایت روشن. بالاخره تو هم ترفیع کردی. بعد از لباسشویی، ظرفشویی، پاکاری تمامی اتاق مربوطه ای دختر است. تو فقط به ما قهوه آمده کو. چشمایت روشن. کارتا تبریک میگم. ما منتظر ماندم به خاطر که این بار از شانایم دور کنم. ای را بگی. نفهمیدم. میفهمی جانم، میفهمی. تشویش نکو. آیسان همه چیزه برات یاد میده. تشویش نکو دختر. تو شام کل چیزه برات یاد میده. تشویش نکو جانم. ها اگه گپای ما را قبول نکردی و زد کردی، باز میفهمیم که امرای چی کنیم. میفهمی چیست دختر مقبول؟ تو مثل آفتاب دهی کل به غریبانه ما تابیدی، اینجا را روشن ساختی. نام خدا دختر خوب، اندام مناسب داری. چه قسم تانستی اندام بسازی؟ ها بسیار مقبوله. باش که ببینم. ها خوب شد که یادم آمد. باید ببینیم که دختر حامله نباشه. اگه حامله باشه گناه داره. به خدا ماره چیزی نشه. درسته استاد شو دختر. به ما دست نزنین. باش دختر، اگه خواسته باشی بار تا مزت میگیرم. راحت خود شدی، سبک میشی. همراهی من خدا نزن. دست نزنین. اونقدرم به وجدان نیستیم جانم. فقط فرض خواهر بودن ادا میکنیم. بگی پیش خودت باشه. پولش دست صحیح بانین. راحت باش دختر، راحت باش. بابا دست نزنین. بگیرین خواهر. دست نزنین. بس است دیگه. الهش کنین تا به هوای زندان آموخته شوه. گفتم الهش کنین احمقا. برنی دختره راحت بنه احمقا. چرا قصدش فشار میارین؟ توبه. به ما بی دختر.
دختر چیز میزی داری یا نه ها؟ دختر مواد داری یا نه؟ پولم نداری نه؟ نه. درست است. نسوار چطور؟ نسوار داری یا نه ها؟ نه. تو خو از ما بدتر هستی، هیچ چیز نداری. چرا تو را زندانی کردن؟ شرم است به خدا. خسته شده. چقدر ناز میکنه. نه. صحیح چاپی که دختر. اینه دیگه خواهر. آفرین همه قسم. از این استفاده که خواهر. خودم میفهمم چی کنه. خواهر ای چرا اینجا استاده است؟ با ما ببی. اونجا بشی. مادرم نمیخواد که غذا بخوره. بردان شوربا بندازم؟ بنداز پنار. دکتر چی گفت بیادر؟ اگر راستش بپرسی نتایج معایناتش خوب نیست. پرستار به دکتر گفتم مثل که نمیخواه زندگی کنه، هیچ تلاش نمیکنه. البته که آسان نیست بیادر. با گپ زدن و درد دل کردن غمای خود کم میسازیم. اما خانم بیادر گپام زدن هم میتانه. پدر ما یک مفکوره دارم که میتونه مادر من خوش بسازه. بگونه دخترم. اگه با صف مامان زنگ بزنیم که بیایه چطور است؟ مادرم خوش نخواد شد پدر. منور دختریم این گپ دیگه از کجا شد؟ تو نمیفهمی که اونا با هم گپ نمیتنن؟ چی روزایی که سرمان آمده پدر؟ اگه مامان بشنوه مطمئنن که ناراحت میشه. خودتان هم میگفتین که در ایالات انسان همه چیز فراموش میکنه. بله گفتیم، اما ما خو پیشش هستیم. ضرورت به کس دیگه نیست دخترم. به نظرم هم کاملا وقتش از بیادر. میفهم که خانم بیادر آصف زیاد دوست داره. چی شده جانم؟ نعمت خداوند است. مقصد چه کم ما سیر شوه. ما کی نشکری کردیم مراد. اگر مشکل ما و تو باشه شکم خدا با نان و پیاز هم سیر میکنیم. اما چی بفهمم دیگه؟ ما به طریق خانم حمیده عادت کرده بودم. حالی بیبی چقدر لباسای چرک جمع شده. خب هنوز لیست خریداری لوازم آشپزخانه مانده. پس زمستانم هیچ آمادگی نگرفتیم. میفهمی هیچ وقت فکری رام نکرده بودم که پشت سلطان خواهر قدر زیاد دق میشم. وقتی اونا نباشم هم دست پاچه شده هیچ کاری کرده نمیتونم. بیبی چی میگم؟ ای آقا آصف دیگه کی از مراد؟ در موردش برم بگو. آقا آصف ها بیادر خانم حمیده است، اما ما او را نمیشناسم. حالا فهمیدم از این خاطر او روز میگفتن که باید تو را بخواهیم. شاید به خانم حمیده کمک کرده بتونه. اما چی بفهمم فکر کنم یلماز خان هیچ برش اهمیت نمیداد. حالا نظر به ای که آصف خان برادر بزرگ خانم حمیده است، او هم حتما سال خورده است. اوف به خدا این قصر به خانه سالمندان تبدیل خواهد شد. مراد من همراه تو گپ میزنم. یک دو کلمه خو گپ بزن. از صبح تا حالا تو را چی شده؟ خانم بادر دیدی؟ نه خیر. حتما خانمام در خانه پدرش هست دیگه. معلوم دار از دیگه گو که مور چرا کدوم خلاص میشه جانم. توبه. آقا محمد چطور؟ از اونا کدوم خبری هست؟ آی مراد فقط که من منشی محمد خان باشم. اگه یک منشی پیدا کنه خوب میشه. چرا؟ هیچ حال خوی یوسف خانم نیست. او باید تمام کارا باره به تنهایی اداره کنه. از این خاطر میگم. بخیز ملکه خانم
با خوابیدنی چیز درست نمیشه فهمیدی؟ الا بخیز سلاتر آماده که ما بسیار گوش نشدیم. مکیره میگم کم بخو که اندامت خراب نشه. با تو چی مقبولک؟ تو کی هستی؟ ها؟ ایلایم کو؟ امکان نداره ایلایت نمیکنم. گفتم ایلایم کو؟ اخه چیغ نزن احمق. اینجا فقط ما با صدای بلند گپ میزنم. ده اینجا کسی که آرامش به هم بزنه جزایش همی است. اگر نمیخوایی که هر روز همی قسم همراهید رفتار شوه بازو زبان تیزه تا بسته کده هر چیزی که میگم امور انجام بدی. سرت پایین که با خدا مشکنانمش. وقتی که با خدیجه خانم گپ میزنی باید سرت پایین بگیری. ها حالی کارا را تقسیم میکنیم که باز جنجال جور نشه. بعد از این روزانه 3 وقت غذا پختن سر تو از دختر جان. وقتی از آن نماز صبح داده میشه میخیزی و به اوزیم آب گرم میکنی. بعد از او چای دم میکنی و دسترخوان آماده میکنی. وقتی کارا خلاص شد بازی 4 طرفه جارو کده خوب تمیز میکنی. فهمیدی؟ به خاطر که من از کثافات هیچ خوشم نمیایه. نظافت جزء ایمان است نمتونست. بعد از اینکه نان چاشته پخته کدی باز رفته با کل ما چای دم میکنی تا او وقت شام میشه. باز یک بار دیگم 4 اطراف جمع میکنی. ها یادم رفته بود هفته 2 روز کلاشه‌ای داری دختر جان. اما بازم راحت باش او تو کاری لازم نیست. باندگه خواهر هیچ که نشه همین روجایی ها خوب حدسایی و تو شود تا کم خوب معلوم شوه همه تو نیست. شما دیوانه شدین چطور؟ من حامل هستم چطور همه کارا رو انجام بدم؟ ها؟ آی دختر جان دلم برات سوخت. حال کامل هستی تو بشی همه چیز ما پیش پایایت مریم. درست از جانم؟ چوب باشین دیگه. حامل است یا بهانه شده میتونه احمق؟ ها؟ از خانومایی که 24 ساعت جاروب در دستشان دارن و کار میکنن چی برتری داری؟ چوب. حق امروز تخو گرفتی تا شب که یک لقمه نان نخوردی باز میفهمی که زد کردن چی معنی داره دختر جان. دختر چرا این قسم طرف ما سعی میکنی؟ نمیشرمی ها؟ همگی گوش نشدن حالا دیگه کم خود شور بته به خاطر که از گشنگی کم مونده که بموره. ما زود شو. شما چی نظر دارن خانم؟ تو چی میگی خدیجه؟ کم مونده که ضعف کنیم. خواهر کم مونده از گشنگی ضعف کنیم. حالا بخیز غذا پخته کاره. خیرت باشه خدیجه خانم. چیزی نیست ما در بین خود کارا را تقسیم میکردیم جانم. یعنی درباره تو چیزی نمیگفتیم. انشالله که همه قسم باشه. با خدا. محمد اوه بادا خانم بالاخره تشریف آوردی. در حالی که من فکر میکردم وقت با پاریس رفته باشی. بیبی محمد تو بگه پای ما گوش که بادا خانم هم تو و هم پدرت تبا خواست ساختم. اگه با این فکر سن که از اینجا میرین و فرار میکنین اشتباه میکنین. وقتی قصد کنین هر دویتان یک جای دفن میکنم. محمد بیازو ضرورت نمی باشه که توی کار را کنی. با زودی پلیس کل چیزا میفهمه. فکر میکنم یارو ما سر ما شک کرده. کسی گشنه نشده؟ وقتی که نمیفهمم دخترم گشنه است یا سیر که اینان از گلونم تیر میشه. خود دیگه همیشه گشنگی سر درد زور میشه و تو نیست. یاز نه فردا که رفتی بچه من خود ببینش باز حتما دلت آرام خواد گرفت خانم شریفه.
تا وقتی که دخترم آزاد شده نیاید قلب من راحت شده نمیتونه. خواهر چرا قسم میگی؟ ها؟ گوش که خواهر جان، وکیل گفت که فردا وقت ملاقات میگیریم. همه تو نیست بچه؟ بله ها، قبل از آمدن ما پیشش رفته بودم. خب بچه‌م چی شده؟ کدام امیدی وجود داره؟ تنها کاری که وکیل یاد داره ای است که پولای مرا خرج کنه. اونو یک بار دیگه پرونده را مطالعه کردن. این واضح است که آتش قصدن روشن کردن. یک دسیسه جور کرده بازی جرم سر هوا انداخته. ما به خاطر دوباره فهمیدن چیزهایی که میفهمیدیم با وکیل پول میتوم. تو چوب باشو، غذای خدا زهر کن رمزی دیوانه. با آقا جلال همه چیز دوباره بررسی میکنیم. یکی ایده سر کی جور کرده و سر هوا انداخته پیدا میکنیم. شما تشویش نکنین. انشالله بچیم، انشالله. حالا دیگه نوشی جان کنیم. دختر قسم روی تدور نته. بیا چند دقیقه نزدیک دسترخوان باش. شاید به چیزی ضرورت پیدا کنه. اگه به چیزی ضرورت داشتین بگوین میارم. ها، میگی که ضد مزد است ها؟ اما به زودی توبه خواد کردی. هیچ کس هیچ چیز ثابت ساخته نمیتونه باده. تمام مدارک نشان میده که هوا مجرم است. به خاطر که همه چیز ما سازماندهی کردم. ما حالا برای این موضوع فرانسه را بگو. پدرم نمیخواد بعد از قدر اتفاقات بعدی که سپری کردیم ما تنها باشم محمد. گفتی تنها؟ چرا برش نگفتی که تنها نیستی؟ محمد بلیوز خدا قسم گپ نزن که پدر من نمیشناسی. چی بفهمم؟ به دل خود یک برنامه آماده کرده بود. میگفت مادرت بسیار پشت دق شده باید پیش او باشی. او به دل خود تصمیم گرفته ها؟ تو طفل هستی چی تو؟ برش میگی که نمیرم و همه چیز خلاص میشه. ما تمامی کارا را به خاطر تو کردم. خانواده ما، تخلص ما، تمام آبرو و عزت خود در خطر انداختم به خاطر پرده انداختن روی اشتباهی تو. ما فقط این کارا را به خاطر تو کردم. تو هم باید از طفلیم که در بطنت است مواظبت کنی. نمیتونی با دل خود هر وقت هر جایی که خواستی بری. حال هر کاری که میکنی بکن، اما این موضوع فرانسه را حل بساز. یا ای که در کنار من می باشی یا که به جای هوا به زندان میری. حالا دیگه دختر تو بیش از حد تنبل هستی. نمیشنوی چای گفته آب دهن ما خشک شد؟ گوش کنین چی میگم.
بچه بودنم استفاده نکنین. اینقدر سرم فشار نیارین. اعصاب من خراب نکنین. خون سرد باش جیگر. اگر نباشم چی میکنی؟ بشانینش. گفتم بشانینش. نه که میخوایی از بین بری دختر جان. تو هیچ عقل سرت نداری ها؟ با جایی که آرام باشی و به گپای من گوش کنی هنوز سر دل خود کار میکنی. بلندش کنین. زود باشین. خدیجه خانم دنجا چی گپ هست؟ بهتر است تو مداخله نکنی سودا. بیبی من همراهیت کار ندارم. تو هم در کارهای من مداخله نکن. اگه نه باز رابطه ما و تو خراب میشه. گپا فهمیدی؟ بیبی حاله به تو آخرین اختار من میتون. اگه دوباره به ایزد کردن ادامه بدی با لغت در شکمت زده تمام دار و ندارت ازت میگیرم. حالا سرت خم کو و برو چای بیار. بیا که بریم. بعدا لباسای چرکت جمع کن. هیچ کدام لباس پاکم باقی نمانده. هر کدامشن دانه دانه میشویی. فهمیده شد؟ یا که باز برات بگویم. برات وقت خوش میخوایم زرافگک. اول خانم کاکایان بهانه کو. بعد از او کارهای شرکت بهانه کو. هرچی نباشن ازم شریک هستیم. بعد از او یک کار کو که پدرت از خانه بیرون کنی. و خاطری که من قسم هر بار نمیتونم تحمل کنم. نشه که مرا ترک کنی و برم بگویی پیش پدرم میرم. مرا پدرم پیش خود خواسته برات گفته باشم. درست است. من دیگه باید برم. زیاد ناوقت شده. تا خانه مرا میرسونی همونطور نیست؟ به خاطر که همراه تاکسی آمدم.
به او بسیار وعده ها دادیم، میفهمی؟ که باید وفا کنم. بیازو باید با وعده ها وفا شد. خواستم فقط برش خوشی بدم.
چی گپ شده؟ چی شده؟ مامزمی خاطر تو را بیدار کردم مقبولک. آب وضوئی ما کجاست دختر جان؟ راستش چی؟ دیشب شستن لباس تا نوقت حالا دیگه لازم نیست بریم بهانه جور کن. حالا به خضاب آمده کو. از خاطر تو باید امروز نماز ما قضایی بخونم. درست است. حالا دیگه زود شو. درست است. بسم الله. آی خواهر به نظرت کم نیست؟ کم دگام اضافه نکنیم؟ بان کم دگام اضافه کن. خسته نباشین خانما. تا بازار رفتم اینا را گرفتم. به دردتان میخوره؟ بله خوب کردی. خوب است اینجا بانش. شما چرا به ما خبر ندادین؟ ما میخوایم با دیدن دخترم برو. تو میری؟ خب درست است. حالا آماده شو بیا. میخواستم که یک پرونده نو باز کنم، اما هر دلیلی را که پیش کردم او موضوع را بر علیه ما استفاده کردن. راستش حاله دستایشان از قبل کده قدرتمندتر شده، خصوصا وقتی که خانم هوا در پیش کلگی گفت که عروسیتان یک عروسی دروغی است. باز هیچ خوب نشد. فکرم هیچ کار نمیکنه. مجرمای اصلی دزدجی بیرون چکر میزنن، اما هوا را زندانی ساختن. تا وقتی که به خاطر دعوای خود ثبوت پیدا کردن نتونیم، ای دعوای ما هم متناقض خواهد متاسفانه. صبح بخیر. صبح بخیر. خانم منور شما کام چیز دیگه میخواین؟ نه خیر زنده باشی جمیله. بکل تنشتای خوب. میشه و کلچه را برم بتی منور؟ دیشب آصف زنگ زدم. آصف کی است کاکا جان؟ بیادر خانم کاکایتا میگه بچیم. درست است، اما بچیم گپ کاکایتا قطع نکن گپ بزنه. خوب چطور بود پدر؟ زندگیشان خوب پیش میره؟ همراهش گپ زدن نتونستم. آصف خانه نبود. از او خاطر همراه علی عمر کمی قصه کردم. از ناراحتی مادرت گفتم بیکی یوسف. وقتی در مورد یوسف گفتم راستش بسیار ناراحت شد. یعنی از اون موضوع خبر نداشتن؟ اونا در کانادا هستن، از کجا خبر شون؟ به هر صورت به پدرش وضعیت میگه. او هم هر چی زودتر تدابیر گرفته به ترکیه روانش میکنه. آی زنده باشین پدر جان. مادرم بسیار خوشخواد شدن. اما دخترم ایگه بین خود ما باشه. شاید مشکل پیش او آمده نتونه. باز مادرت ناامیدوار نباشه. درست است دخترم؟ درست است پدر جان. باز من مامای من خوب میشناسم. اونا حتما میان ازم یالا آمادگی را شروع میکنم. شروع کن. حتما کاکا هستن. خب محمد تو چطور هستی بچی؟ خوب هستم کاکا جان. کلو چیز رو براست. در شرکت کارا چطور است؟ چند وقت میشه از اونجا خبر نگرفتی؟ چیه باز؟ لازم نیست خبر بگیرین کاکا جان. شما متوجه خانم کاکایم باشه. من خودم متوجه کارها هستم. خواهر ها از این نگاه سودا هیچ خوشم نمیاد. اگه میخوای یک بار همراهش گپ بزن. همراهش غرض نگی. ده یوزا حوصله او را دیگه ندارم. حالا
دختر چی کردی؟ با خدیجه گپ زدی یا نه؟ گلمه سودای احمق چی وقت جمع میکنه؟ نه خیر خدیجه خواهر گفت که قرضش نگیرین. وقتی موضوع دیگه کس باشه باز دفعتن گلمش جمع میکنه. هم اگه موضوع سودا باشه باز تیر خودم میاره. ای قسم نگو دختر، کاملا متوجهت باش. اگه او روز همو پنجره در پای تو هم داخل میکرد باز روزت میدیدی. او یک دختر عادی نیست، یک بار که پشت بگیره باز تباهت میسازه. فهمیدی؟ تو ترسیدم. البته که ترسیدی. او روز که تو دادگاه داشتی نبودی که میدیدیش. کاملا مثل دیوانه شده بود. میفهمی؟ هیچ به خود نبود. با خدا یک قسم سر خدیجه حمله ور شد. اگه تا یک دقیقه دیگه نمیرسیدیم باز وقت او را بر همیشه از بین برده بود. بیچاره حق داره که ازش بترسه. گمش کو بیا که بریم. متوجه باش دختر. خب دیگه بیا این دخترا بشینین. امروز بسیار خوش شانس هستی به خاطری که از پهلوی راست خود بلند شده. حالا بیا بشی و یک چند لقمه غذا بخور. زنده باشی. ها خواهری را بدونی که اجازه بگیره به کارهای حمله کرد. دختر جان چیزی را که دولت میته پنیر و زیتون است. دیگه چیزا را از کانتین باید بخریم. به این خاطر پول بکار است. تمام پولای من خود شما گرفتین. نه شنیدی خدیجه خواهر؟ رسما احمق به شکلگی مرا دوست خطاب کرد. بیبی دختر بی تربیه را. پوله دختر کدام یکی از شما گرفته؟ من نمیفهمم. توبه نگرفتیم به خدا. شما خودتان گرفتین. گوش کو چی میگم. حق نداری سر هر کس تهمت بزنی. فهمیدی؟ از این به بعد دیگه نباید با تو رفتار خوب کنه. حالا بخز گفتم. نشنیدی چی گفت؟ اولا گفته بودم. توبه حال سر ما نازم میکنه. وقتی تا شب گوش نبیشینی باز میفهمی که ناز کردن چی معنی داره. دختر به منان بته گم شو. دقیقش نشو خواهر. این مربای غلاس کی آورده؟ غلاس چی است دیگه؟ چی میگی خواهر؟ غلاس دیگه. غلاس لودر غلاس نه گیلاس. همون گیلاس دیگه خواهر. وکیل میگه اگه ثبوتی موثق به دست نیاریم کار کردن نمیتونیم. راستش ما خو نفهمیدم که در او حالت کی با این دختر دشمنی داشت. امکان داره که حمیده باشه. بادام در داخل بود. عقل خود از دست خواد دادم. باورم نمیشه. خواهر شواهد و ثبوتای دروغی جور نکرده باشن به خاطر که از دست اینا هر کار ساخته است. اگه قسم باشه باید ثابت کرده بتانن. البته ناق گپ میزنیم بخزین که او دختر ببینیم. بخزین خاله فقط پدر و مادر اجازه میتن که داخل برن. چرا؟ تنها با قارب نزدیکش اجازه میتن. ها رمزی دیوانه نزدیکش است و باز ما بیگانه هستم. همه تو رست ها؟ از دست ما خود کاری ساخته نیست خانم سلطانه. قانون همین قسم است. یعنی ما 2 نفر باید بشینیم و منتظر خبر باشیم. ما و تو. خوب است درست است. باید همه قسم کنین. باید خوب است. بر صورت
صبح زیبایتان بخیر آقا محمد. تو اینجا چی میکنی دختر؟ از دیروز که زنگ زدم ایرون به تلفنم جواب نمیدی. ما خواستم اینجا بیایم و یک بار از نزدیک ببینمت. دوباره شروع نکن. پس ما چی کنم؟ دخترت از زندان انداختیم اما تا حال پول ما نرسیده. گوش کو چی میگم. مرا خسته نساز. اگه نیتردم یه دفن میکنم. خیریت باشه محمد خان. مشکل پیش آمده؟ نه خیر مراد جان. خواهر ما نامزدش به مشکل دچار شده. در شرکت ما کار میکنم. کوشش میکنم که حلش کنم. اما تو نیست خواهر جان. خب دیگه تو برو. ما بعداً برات زنگ میزنم. نیکی کردنم مشکل است مراد جان. تو از قصر دور نشو. شاید کسی به تو ضرورت پیدا کنه. درست است؟ درست است. برو بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر دختره. چطور هستی؟ خوب هستم. من میرم. دی صبح وقت کجا میری دختره؟ به شرکت میرم پدر. تو کار باره به مبان خودم حلش میکنم. تو برو لوازم تجم که دختره. پدر من اونجا نمیرم. به فرانسه رفتن نمیتونم. دختره در این مورد گپ زده بودیم همونطور نیست؟ تصمیمم گرفته بودیم. هیچی معنی داره که من نمیرم. طفل یوسف در بطنم است. میخوایم طفل خود در اینجا در کنار خانوادهش بزرگ کنم پدر. دختره من نمیگم که همیشه اونجا بریم، فقط میخوایم که این روزای جنجالی بخیر تیر شود تا ازشان نجات پیدا کنیم دختره. نمیتونم پدر. اگه یوسف مرده باشم اونا بازم خانواده ما گفته میشن. به من ضرورت دارن. پس ما چی هستیم باده؟ ما چی هستیم؟ نه که ما خانوادت نیستیم. تو خو از وضعیت مادرت خبر داری. میفهمی به خاطر رفتن چقدر هیجانی است؟ پدر لطفاً شما خوب میفهمین ما چی مشکلاتی رو سپری کردیم. حداقل شما سرین فشار نیارین. خانم حمیده رو در این وضعیت رها کردن نمیتونم. من اما قابل تمام اعضای او خانواده مسئولیت دارم. دیوانگی نکن باده. متوجه هستی چی میگی؟ اولین مسئولیت در قبالی طفل است که فعلا دبت نتست. باز بعدن ما. به نظرم ناق خدا خسته میسازن. ما تصمیم خدا گرفتیم. دازم هر چی نباشه ما هنوز همراه اونا شراکت داریم. یک نفر باید از کارا مراقبت کنه. ناق گپ زده سرم فشار نیارین. پول باقی مانده و دختر احمقه بتین. اما همیشه زیر نظر داشته باشین. هیچ معلوم نیست که دیگه چی خواد کردن. درست است ما بعداً برات زنگ میزنم. صبح بخیر زندگی. محمد کاش که در جای دیگه میدیدیم. حالا اگه کسی ما رو ببینه باز ناق ناراحتیم خود ساختن. وقت موضوع مورد تو باشه باز هیچ چیز ناق نیست. خوب میخوایم از خبرهای خوش بشنوم. با پدرم گفتم که فرانسه نمیرم. بازو چی گفت؟ معلوم دار است رد کرد. بسیار ناراحت شد اما مجبور است که قبول کنه. آلیس فکر کنم مشکلات ما با موزودی ها حل میشه. بریم. دختر وقت کارت خلاص شد لوبیان پخته کو. باید بادنجان رومی و سیرش زیاد باشه. خدیجه خواهرم این قسم خوش داره. صبح بخیر خانما. صبح بخیر مامور صاحب. صبح بخیر. چطور هستین؟ چطور میگذره؟ ها؟ تو چطور هستی؟ همراه یکی دیگه عادت کردین یا نه؟ تو چطور با اینا جور آمدی؟ تو چی وقت دیدی که ما جور نامده باشیم خانم عایشه؟ این دختر بسیار مهربان است نام خدا. خوب است. ای جارو اینجا بان و همراه ما بیا. در بیرون ملاقاتی داری. زرافگک. جانم پشت دق شده بودم. مطمئن هستینه
غذایی را که اینجا آوردیم هوایم داخل بردم تا نه همتون نیست؟ او لباسایی را که آوردیم او رام برش میتنه درست است؟ راستش مامور صاحب گفت که میتن. با آن دیگه تو چی گفتم میری جانم؟ کلان آدم خود دروغ نمیگه. من دیگه در این دنیا به هیچ کس اعتماد ندارم. های عزیزه مادر، دختره مادر، جان مادر چطور هستی؟ مادر جان، پدر یلماز، بیشی دخترم، تو چه لاغر شدی؟ بیبی همراه خالد کیک پخته کردیم، بگی بخو. آی پرنده بدشانسم، جان مادر خود. مادر قربانتان شم، لطفا مرخص اینجا بیرون کنین، هرچی زودتر یک کاری کنین. درست است دخترم، درست است. کم دگام صبر داشته باش، بخیر آزاد بشی. قاتل ثابت ساختنم کافی نبود که در این جزیت هم میشم. مرا بسیار اذیت میکنن مادر. اگر تنها می بودم تحمل میشد، اما امرا اینا گذاره نمیشه. هیچ کاری کردن نمیتونم. بتش میشه طفل مستم مادر، بتش میشه طفل مستم. من تو قسم دیدن نمیتونم، صبر داشته باش دخترم، به خدا تو رو نجات میده، هیچ تشویش نکن. لطفا یک کاری کنین، چی میشه خواهش میکنم، بعد اینجا خود مردم. دختر یک دانه. خوب هستین؟ امروز به شما شیرایی را که بسیار زیاد دوست دارین میخوانم، درست است؟ هیچ وقت نمیخوایم که صبح شوه و چشمایم باز کنم. تنها جایی که به قدر کافی میتونم تو را ببینم او همین رویاهایم است. ای که در زیر یک سقف بوده قدر دور باشیم برام عجیب است، اما به همون اندازم ابتدا تنها دستایت بود که تنهاییم را امراهی میکرد. سپس به یک بار فضای مهربانت همه جا را فرا گرفت. از صورتت آغاز شد، از جذابیت چشمانت، لبخند شیرینت. دیگر همه چیز را میشد احساس کرد. از هر دو چشمش مثل دریا اشک میرفت. هیچ چیز دیگر نمیگفت، فقط میگفت مرا از اینجا نجات بده. تحمل کردن نمیتونم دخترم. هیچ نپرس. وقتی از ما کمک میخواست، وقتی که گپای وکیل برش گفتن، باز تمام امید خود از دست داد. خواهر جان، چرا برش گفتن ها؟ چرا او دختر بیچاره در زندان مایوس ساختین؟ آه سلطانه، چی میکردم دیگر؟ دست و پای ما بسته شده بود. ما نمیخواستیم که برش بگویم. وقتی افسر از دستش گرفتم میبردش، چیخ میزد و میگفت مرا نجات بدین. هیچ تحمل کردن نتانستم. قلبم چطور آرام میگرفت. وقتی او به طفلش که هنوز به دنیا نامده دلش میسوزه، باز دل من چطور به او نسوزه سلطانه؟ درست است، درست است، بس کنه خواهر.
بله، تلفن خانم باده است. روز بخیر، میشه با خانم باده صحبت کنم؟ من منشی دکتر صاحب آسم هستم. فعلا خودش اینجا نیست، اما کدام موضوع جدی باشه من برش میرسم. خانم باده بعضی معاینات انجام داده بودن، حالی نتایجش پیش ماست. دکتر صاحب میخواد خانم باده را هرچی عاجلتر ببینه. اتفاق بد افتاده؟ ده باره به شما معلومات دادن نمیتونیم. اگه گپای مرا به خانم باده برسانین خوش میشم. درست است. همراهی کی گپ میزدی؟ منشی آقا قاسم زنگ زده بود، گفت که بعضی معاینات انجام دادی و حالا باید پشت نتایجش بری. درست است، من بعدا میرم. امیال وقت داریم، بیا که بریم. محمد دیوانگی نکن، اگه کسی ببینه باز ما چی بگوییم؟ ما در قصه هیچ کسی نیستم باده. حالا بیا که بریم. نتایج معاینات مرا کمی به تشویش ساخت. چرا؟ اتفاق بدی افتاده؟ طفل من چیزی شده؟ جواب دقیق براتان دادن نمیتونم. اول باید معاینات امینو اسید انجام بدیم. باید مطمئن شوم. از چی باید مطمئن شوین؟ در فکرتون چی میگذره؟ قسمی که گفتم. فعلا تشخیص دادن نمیتونم خانم باده. اما این قسم وضعیت غیر عادی در صورتی پیدا میشه که در تولد طفل کدام مشکلی باشه. چه قسم وضعیت غیر عادی دکتر صاحب؟ احتمالات زیادی وجود داره. هنوز زود است که تصمیم بگیریم. فعلا باید بعضی معاینات دیگر انجام بدین. خب بس انجام بدین. ای معاینات مثل گرفتن خون ساده نیست آقا محمد. این خون باید از مایع امبریو که در طفل وجود داره اخذ شوه. این معاینات در اینجا انجام بدیم یا کدام جای دیگه بریم آقا قاسم؟ نه همینجا میتونین. بس هر چی زودتر دست به کار شون آقا قاسم. محمد راست میگه، هر چی لازم است انجام بدین. درست است. پس شما باید داخل برین. بفرمایید. خانم پرستار شما را کمک میکنه. نتیجه خوب دست میاریم آقا قاسم؟ البته آقا محمد، البته.